دوشنبه 28 آذر توی خیابون ملار شمال یورد نزدیک جاده وانیل ساعت 4 بعد از ظهر. 17 جون 2024 زمانی که ماریا یک خبرنگار داشت کارش رو انجام میداد، همون حوالی یک دفعه متوجه صدای یک تیراندازی میشه و خیلی زود به سمت اونجا حرکت میکنه و اول از همه نگران یک مهد کودکی میشه که اونجا بوده و همه اول سمت مهد کودک میرن و نگران بچه ها میشن. خدا رو شکر همه بچه ها رو از اونجا خارج کرده بودن و تیراندازی دلیلش اون مهد کودک نبود، فقط نزدیک به اون مهد کودک بود. سلام، کیمیا هستم. خیلی خوش اومدین به چنل یوتیوب من. امیدوارم که از دیدن این پرونده لذت ببرین و اگر که منو سابسکرایب دارین که سلام، اگرم که منو سابسکرایب ندارین خیلی خوشحال میشم که منو سابسکرایب کنین و اون لایک پایین رو بزنید و زنگوله رو هم بزنید که هر زمانی که یک پرونده جنایی جدید به دستمون میرسه یا رو که از یه چیزایی خبردار میشیم شما هم همزمان با ما مطلع بشین. بی معطلی بریم سراغ شنیدن پرونده آرش میثاقی و سمیرا یوسفی. همه رسانه‌ها پر شده بود از اینکه 2 ایرانی توسط یک خارجی کشته شدند. بعد از ظهر دوشنبه اینجا در محله نورت یورک شهر تورنتو، جایی که تعداد قابل توجهی از ایرانیان هم درش زندگی میکنن، شاهد یک تیراندازی بود که بر اساس اخباری که منابع موثق به ما دادن منجر به کشته شدن 2 ایرانی تبار شده از سوی ضاربی که هنوز از هویتش اطلاع نداریم. اونچه که رخ داده بر اساس صحبت‌های شاهدان و مقام‌های پلیس این است که در ساختمان پشت سر من که تعدادی دفتر درش هست، یک ضارب وارد دفتری میشه که یک مرد ایرانی و یک خانم ایرانی تبار درش کار میکردند. اونجا با هم جر و بحث میکنن. این مشاجره به تیراندازی میانجامه. شاهدی که با ما صحبت کرد این صدای این تیراندازی رو میشنوه و به پلیس خبر میده. بخشی از صحبت‌های این شاهد رو با هم بشنویم. سه اینطورا بودش که من پشت میزم بودم، صدای گانشات، البته فکر نمی‌کردم گانشاته چون اصلا نمیدونم گانشات چه صدایی. آره دیگه تیراندازی. بعد فکر کردم فیوز پریده، همچون صدایی، چون قبلا هم شنیده بودم فیوز بپره. بلند شدم دیدم نه، یه سری دارن دعوا میکنن و جر و بحث و اینا. زمانی که صدای تیراندازی میاد مردم سریع با پلیس تماس میگیرن، به خاطر اینکه این اتفاق توی محیط اداری افتاده بوده، توی یک ساختمون اداری وسط تورنتو. و خب زمانی که پلیس میرسه اونجا خیلی زود وقتی که وارد صحنه جرم میشه با 3 جنازه مواجه میشه: آرش میثاقی، سمیرا یوسفی و آلن کات. آلن کات کسی بوده که بهشون شلیک کرده بوده و در واقع اومده بوده آرش میثاقی و سمیرا یوسفی رو بکشه و بعد هم خودش رو میکشه. حالا چی شده بوده؟ چرا آلن کات یه خارجی باید بیاد به 2 ایرانی شلیک کنه؟ واقعا چه اتفاقی براش افتاده بوده؟ قضیه چی بوده؟ آرش میثاقی کسی بوده که توی کار وام‌های مسکن بوده و یه جورای دلالی این کار رو میکرده و میومده برای کسایی که میخواستن خونه بخرن یا خونهشون رو عوض کنن وام میگرفته و اینجا یک واسطه‌گری یا یک دلالی رو به قول خودمون انجام میداده و پول خوبی هم به جیب میزده. در واقع کارش این بوده مردم خب خودشون خیلی راحت میتونن برن بانک و خودشون اقدام کنن، ولی خب دیگه نیازی به واسطه نیست. اما برای اینکه خب یک سری مراحلی داره که اونا باید طی کنن، گردش مالی بالایی داشته باشن، رتبه اعتباری A داشته باشن و خب برای اینکه بتونن این مراحل رو خیلی زود بگذرونن و خب صاحب خونه خودشون بشن،
به این واسطه ها رجوع میکنن و این واسطه ها میان پولی که دارن ازشون میگیرن و با اون پول یه تایمی کار میکنن. از زمانی که این پول رو به حساب اون مراجعه کننده ها هر ماه سود این پول رو واریز میکنن، باعث میشه که اون گردش حساب این مراجعه کننده ها بالا بره. به خاطر همین این کاریه که واسطه گرا انجام میدن، نه اینکه حالا مردم خودشون نمیتونن یا بیعقلن یا هر چیزی. واسطه گرا میان همچین کارایی میکنن و به شما یه سری راههای میانبر میدن شما بتونید خیلی سریعتر و راحتتر اون وامو دریافتش کنید. حالا بریم سراغ سمیرا یوسفی. سمیرا یوسفی یکی از کارمندهای آرش میثاقی بوده که توی این زمینه فعالیت میکرده و خب کارشناس خیلی اوکی و مطرحی بوده. یعنی توی حوزه کاری خودش یکی از کارشناسهای ارشد آرش میثاقی بوده و خب توی کارش موفق بوده. حالا که یکم بهتون توضیح دادم که طرف چی کاره بوده و آرش کی بوده، سمیرا کی بوده، باید برگردیم به چندین سال قبل. این اتفاق تو سال 2024 افتاده و ما داریم برمیگردیم به سالهای قبل. آرش میثاقی کل 2000 پرونده کلاهبرداری داشته و شروع ماجرا از اینجا بوده و خب من تصمیم دارم که کل جزئیاتش رو بهتون بگم کامل متوجه بشین که این آدم چه رزومه‌ای داره. خب برمیگردیم به سال 2000 اینکه آرش میثاقی به همراه پدرش توی کانادا با هم دیگه یک شرکت دارن که شرکت صادرات و واردات هست